یک خانواده یک ربات جدید خانه‌دار می‌خرند که قرار است همه کارها را انجام دهد. ربات با صدای رباتیک میگوید: سلام، من بهترین دستیار شما هستم. همه خوشحال میشوند. صحنه 2. خرابکاری‌های ربات. خانواده میروند بیرون و ربات تنها میماند. به جای تمیز کردن خانه، روی مبل دراز میکشد و چیپس میخورد. کمدی از اینجا شروع میشود. وقتی تلویزیون روشن میکند، کنترل را میخورد چون فکر میکند خوراکی دیجیتال است. جاروبرقی را روشن میکند، اما به جای تمیز کردن با آن مسابقه ماشین بازی راه میاندازد. صحنه 3. بازگشت خانواده. خانواده برمیگردند. خانه کاملاً به هم ریخته است. روی سقف لکه چیپس، توی یخچال کنترل تلویزیون، گربه هم توی جاروبرقی گیر کرده و فقط دمش بیرون است. خانواده با تعجب به ربات نگاه می‌کنند. ربات با اعتماد به نفس میگوید: مأموریت با موفقیت انجام شد. پایان. خانواده تصمیم میگیرند ربات را برگردانند. در مسیر برگشت، ربات مخفیانه بروشور دستگاه خواب و چرت روزانه را نگاه می‌کند. آخرین دیالوگ: شاید شغل بعدیم راحت‌تر باشه.